سرنوشت روزنامه‌نگاران بازداشت شده دلیر امامعلی و عبدالله غربتی هنوز روشن نیست. خبری بازداشت آنها روز گذشته 15 ایون رسانه‌ای شد. دلیر امامعلی صبح دیروز در صفحه فیسبوکش نوشت هنگام سفر از دوشنبه به ولایت سوخت کارمندان پلیس ناحیه عینی او را به شعبه کارهای داخلی ناحیه بردند. به گفته دلیر قصد داشت برای ثبت فیلم به شهر کانیبادان برود، اما بعد از نصف روز خبر رسید که دلیر امامعلی در دادستانی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه است. بعدا روزنامه‌نگاری دیگر عبدالله غربتی که در ثبت چند نوار با دلیر همکاری داشت نیز به دادستانی دعوت شده است. او برای آن نزد بینای دادستانی رفته است که بفهمد چرا دلیر امامعلی را آنجا آوردند. پس از 1.5 ساعت غربتی را از بینای دادستانی بیرون کردند و گفته است او را به شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور میبرند. روزنامه‌نگارانی که بعد رسانه‌ای شدن این خبرها نزد دادستانی رفته بودند خبر میدهند که نزدیکی‌های شام چند نفر از داخل بینای دادستانی دلیر امامعلی را همراه با وکیل دفاعش بیرون برده به داخل ماشین سیاه شیشه انداختند. معلوم نیست که او را کجا بردند، ولی ژورنالیستان میگویند که صحنه از بینا بیرون بردن و به داخل ماشین نشاندن ژورنالیست با سرعت جریان گرفت و دیدن نشد که دلیر چه حال و هوایی دارد. ژورنالیستان مشاهده کردند که ماشین سیاه شیشه رقم‌های خارجی داشت. تا این لحظه ها مقامات وابسته به این قضیه هیچ شرحی ندادند. معلوم نیست که دلیر و عبدالله را با چه متهم می‌کنند. دلیر امامعلی با گزارش‌ها و نوارهای اجتماعیش معروف شده است. صفحه او در یوتیوب نزدیک 150,000 هوادار دارد. در برابر گزارش‌ها چند لایحه دارد که به موضوعهای ویژه بخشیده شدند. لوچوب اصابت با ژورنالیست آگاه عادل ناظر در مورد شخصیت‌های نامدار در مورد آنهایی که در آرامگاه لوچوب دوشنبه دفن شدند میگوید قبولگاه از حال و هوای قبول شهروندان در اداره و وزارت‌ها نقل می‌کند. به قیچی صحبت‌های بدون قیچی با چهره‌ها از هر بخش و طبقه است. بخشی هم با نام وطن دیگری دارد که از زیبایی‌ها و ویژگی‌های تاجیکستان نقل می‌کند. دلیر امامعلی دکبر سال 2021 جایزه شهروند سال را صاحب شد که از جانب ائتلاف بانوان روزنامه‌نگاری تاجیکستان تأسیس یافته است. این سال جایزه اعتماد شورای وسایط اخباری عامه را به خود اختصاص داد. او هنرمند و کارگردان هم هست. چند فیلم حجتی را کارگردانی کرده است که جایزه‌های سینمایی را به خود اختصاص دادند. عبدالله غربتی قبلا در رسانه ازیا پلاس کار میکرد. 2 بار مورد حمله اشخاص نامعلوم قرار گرفته است. یک بار در دوشنبه و بار دوم در ولایت ختلان.